ما از نام هیئت جلسه دوستمون پولاد علیمدار را خوش آمدید میگوییم. اگر اجازت بدهید محترم فردیناند به ما چند گفتنی دارند. علیمدار در برخی اندیشه هایش حق است. دولت های بزرگ دنیا به خاور نزدیک دموکرات آوردنی بودند، اما آن مردمی که برای به این منطقه تطبیق کردن دموکرات مساعدت میکند به خاک یکسان کرده شد. با بهانه آن که اینجا دیکتاتورهایند این سرزمین را ناآرام کردند، ولی زیر رهبری آنها قتل عامهای باز هم دهشتناکتر به عمل آمد. علیمدار که مرد کارچلان است چنین میپندارد که من باید نماینده کشورهای اصلاحگر باشم، همینطور. اما من بر راستای این سرزمین یک آدم خوشبینم. من یک آرزوی دارم که در نزدیکترین فرصت خونریزی در اینجا قطع گردد و لحظه های دهشتبار به خاطره های دردآلود تبدیل یابد. تو در دل خیال خوب میپرورده ای فردیناند، اما آن خیال و آرزوهای تو را چطور میتوان به واقعیت تبدیل داد؟ این گفته هایم را من نمیتوانم، بلکه شما میتوانید راه اندازی کنید. خوب، اما چطور؟ به این سوالات از پرونده که در پیشت هست جواب یافته میتوانید. چنانه که در خریطه میبینید، برای مساعدت کردن به بهبودی مردم این منطقه اعمار دولت بابل یگانه واسطه است. اگر شما به این موافق باشید، این سرزمین شما بر راستای دین و همزیستی ملت ها یک جنت خواهد گشت. اگر شما تابعیت زیر یک پرچم را اعتراف کنید، من کوشش میکنم که هرچی زودتر از جانب دولت‌های بزرگ به رسمیت شناخته شود و حکومت شما هم پس از انتخابات دموکراتی فوراً به کار خود آغاز خواهد کرد و شما آن دولت را همه‌تان برابر رهبری خواهید کرد. آقایان، آن دولت را همه پهلوی هم به پیش میبرید. در پرونده چگونگی آن حکومت و دولت با تمام جزئیاتش موجود است. اسم من از رفتار تو در حیرت ماندم. میدونی آنقدر قوی اراده هستی که خداوند به تو دل و گرده نیرومند داده است. دوگانه هایم را حمایت کرده نتوانستم. آنها که به من باوری داشتند همراه هم به راه برآمدند، هر دویشان هم مردند. برای این تو خودت را گناهکار نشمر.
انتقامی همه نزدیکانم را میگیرم. راه دیگر ستاندن انتقام هست. اسم من میدونم که تو باسوادی. میتوانی به زنهای اینجا بوده کمک کنی. با آنها نوشتن و خواندن را یاد میدهی. نفهمیدم درباره کدام زنها گپ میزنی؟ تو نمیدانی که همه آنها عسکر شدن. ارتش در این زمین ها از زنان و حتی از کودکان عبارت است. از این خبر داری؟ رو از او پرس. به تو یک کودکی محبوس کماندان را نشان دهد. فرصت از تو یک چیز پرسیدنی بودم. اسم درباره یک جوان کماندان گفت است. گفت که در اینجا محبوس بوده است. درست است؟ درست است. قاری بود که همه ما رو نیست میکرد. من او را دیدن میخواهم. من اجازه نمیدیم صفیه. او بسیار خفناک است. فرصت، من اینجا اصلا به خاطر کودکان آمدم. او را دیدن میخواهم. این برنامه ها منطقه را آباد میکنند. کی و برای چی این پروژه را سرمایه گذاری میکرده است؟ منفیت های کی را حمایه میکند؟ شما فردیناند را نمیشناسید مگر؟ مؤسس در کرایویر است و در خوبی این است اینطور نمیشود. این پروژه ها را به حیات تطبیق کردن امکان ناپذیر است. برای چی چنین میاندیشه؟ در این حجمی که اینجا نشان داده شده است منبع کمی میکند. آقای صادق، در سرزمین شما ثروت فواقه میزند. شما حتی نمیدانید که چقدر گنج فراوان داره. این آدم حق است. ما نمیدانیم که چی را صاحب هستیم. اگر ما متحد شویم، خاور نزدیک یک بهشت روی زمین میگردد. ولی حیرانم آن چیزی که اینجا پیشنهاد شده است به دردها دوا نخواهد بود. در این پرونده چی میبینی؟ من آنچه را که میبینم میگویم. در بغل خاوری نزدیک یک خنجر نیهان را میبینم. اما اعتراف میکنم خنجر را این آدم نخلانده است. این خنجر را کسانی خلاندند که 100 سال مقدم شرطنامه های مخفی بستند. حالا ما باید این خنجر را بکشیم. در این خریطه‌ای که در دست داره قسمی از خاک ترکیه نیز شامل است که شاید آن را شما دریافته باشید. نیروهای اصلاحگر حالا در پی تغییر مرزهایند. این را همچون یک فرصت مناسب برایتان پیشنهاد کردم. کشورها را پاره پاره کردن چی تا فرصت بوده است؟ سوریه پاره پاره شد. صدها هزار مرده، 12 میلیون گریزه، هزاران آدمانی غیب زده فرصت بوده است. به این منطقه صلح را من میارم. همین تو صلح میاری که یک لشکری خونخواری در کلیفر را تأسیس دادی. تمامی گروه های تروریستی منطقه را با پول و سلاح یاردم دادی. تجارت عضو انسان تا خودی انسان ها را معمول کردی. این آدمان را دیگر فریب کرده نمیتوانی. فراموش کردید که در گذشته نزدیک اینجا کیها میزید؟ صدام حسین با تشویق و ترغیب امریکا به کویت حمله کرد. امریکا از این فرصت استفاده برده به عراق هجوم کرد و بعداً 75% نفت کویت به امریکا رفت. دست و پای صدام بسته بود، چون که جامعه های دینی عراق به تشویق پنهانی امریکا حکومت را گرفتند.
امریکا و اتفاقچیان او که صدام را در استفاده سلاح هسته‌ای گناهکار می‌شمردند، آن را در عراق نیافتند. به عراق دموکراسی هم نآمد و 1,000,000 آدم مرد. هر چی تو اینجا میگویی دروغ و تنها جانهای رفته حقیقت است. تقدیر ما به دست خود ماست. اگر اراده خود را به اختیار دیگران بسپارید، تاریخ تکرار می شود. فولاد علمدار درست میگوید. ما از فردیناند باور نداریم. من و قبیله من این را از تجربه تلخمان میدانیم. دیگر کسی ما را با وعده های دروغ فریفته نمیتواند. وعده های دروغی که به سمع شما رسید مرا به خاطر مسئله گرگ و بره را می آرد. آن مسئله را همتان می دانید، ولی یک بار دیگر نقل می کنم، شاید بعضی ها ندانند. گرگ و بره از یک جا آب می خوردند. گرگ بالاتری آب بوده است و بره پایانتر. گرگ بره را می گوید آب را لای نکن وگرنه می خورمت. بره می گوید که تو در بالایی، من در پایان، چطور آب را لای می کردم؟ گرگ در جواب می گوید تو پارسال آب مرا لای کرده، گریخته بودی. بره می گوید که من همین سال تولد شدم. گرگ می گوید بگذار، من تو را خواه نخواه می خورم. رفیقان، این وعده ها همان حقیقت گرگانه را می ماند. مقصد اساسی این سرزمین را اشغال کردن است. خوب علمدار، تو چی پیشنهاد داری؟ میخوای که خون این دو واده را پر کند و به خلیج بصره بریزد؟ مقصد این جمع آمد را معلوم می کنم و میان قبیله ها اتحاد بسته می شود. اما تو و چاکران تو از این منطقه دفع خواهید شد. جلسه ما به مقصد خود نایل گشت. همه قبیله ها به توافق رسیدند و آنها دیگر همراه عمل میکنند و صلح هم خواهد بود. نتیجه جلسه را با برآوردن قرار ثابت نکردیم. افسوس فردیناند. افسوس نخورید، حقیقت را یک روز نه یک روز میفهمد. مهم صلح است. البته اوکی. افسوس که نتیجه چنون شد که تخمینش میکردیم. زیر نفوذ علمدار فوراً به عملیات آغاز کن. این کار باید امروز به اتمام برسد. تو از این طرف، تو باشی از این طرف موقع گیر. زود باشید. ما اینجا برای چه اومده بودیم؟ مگر با مرشکانه سر کار نمیگیریم؟ هدف ما دیگر شد. باید فولاد علمدار را کشیم. فولاد علمدار رو؟ این خبر بسیار فوق‌العاده. اینقدر یک شخص مشهور را هیچ نکشتم. گپ را کم کن و موقع گیر. زود. هر دوی شما با من بیایید. شما با اون طرف.
سلام. تو گفته های من را فکر کردی؟ گوش کن، من به تو یاری دادن میخواهم. برای همین اومدم. به من نامت رو میگویی؟ اولین منافق برایت بد گپ میزنی. تو اندیشه کرده گپ زن. فرصت خواهش میکنم آروم شو. من هیچ جا نمیروم، همینجا میستم. میدونی که اگر این طور رفتار کنی تنها به خودت ضرر میوری. از ما به تو هیچ ضرر نمیرسد. ولی از شما فایده هم نیست. گفتم که به تو کمک کردن میخواهم. پس مرا آزاد کنید تا جنگ کنم. به جای جنگیدن در مکتب تحصیل کردن نمیخواهی؟ من کیها باز مکتب را پرتافتم؟ این هیچ مهم نیست. از اون صنفی که مونده بودی دوام میدی. این راه رو خودت انتخاب نکرده ای، مجبور شده ای. ولی حاضر میتوانی به یک قرار درست بیایی. میخواهم کمی فکر کنی. تشکر که دعوت مرا قبول کردید و آمدید. سپاسگزارم. خواهش میکنم. اصلا من از شما سپاسگزارم. توفیل شما ما یک بازی کلان را شکستید. هرچند موقتی هم باشد. صحت و سلامت بمانید آقای صادق. تشکر. مسئله خواهرزاده من اسمه و تقدیری او چی میشد دولاد؟ من از پی این مسئله میشم. خاطر نشد. تشکر. شرف آوردید. تا بازدید. تا بازدید. تو به من مانع نمیشوی علمدار. من واقعا دولت بابل را میسازم. این قبیله ها خواه یاری دهند خواه نه. و فکرم معنای مسئله گفتم را فهمید. گرگ یک حیوانی اصیل است. ولی تو از کرگس پیش نشتی. پس انتظار شو و بین علمدار. کرگس در میدان نبرد بالای جسد کی میشینه؟ نفرایش. فولاد علمدار را من میزنم. اختیار است. من از دنبال شهرت نمیگردم. هوشیار باشه. سنایپریست دارن. موقع بگیره.
پهلو از من است. دیگرش را شما بینید. پرونید الله پرونید. یاسین نه برید جانشون گیر. من از دنبال یورگن میروم. مرا حمایت کنید. مرا میخواد. شخصی که تو میجویی منم. نفهمیدم. او منم. شمایید؟ آره. شما همه‌تان دیوانه شدید. مرا فریب دادید. شما از اول میدانستید. گفتم که نمیدانستم. هر چه خواهید گویید. دیگر به هیچ سخنتان باور نمیکنم. همه این غیر سفسطه دیگر چیزی نیست. کمی فکر کن. پس آن صحبت میکنی. فکر کرده دیوانه میشوم. آن زن مادرم بوده است. شما باشید.
در این عملیات مرا همچون ربات استفاده کرده اید. یوسف، مسئله چنانه که تو میگویی نیست. دیگر با من دروغ نگوید. شما برای من هیچ کسید. با تو فوراً واخوردن میخواهم. خدا رحمتش کند. سلامت باشید. اکا، نشانی از گرگه نیفتیم. اگر اینجا میشد حتما در روبرویمان قرار میگرفت. شاید بر وقت رفته باشد. من به استانبول برمیگردم. تو کار را در این منطقه دوام ده. خوب اکا. آن اسم نامزن جنی آقای صادقی باشد. کاری کرده به اهل آیلش سپاری. فهمیدم اکا. تو هم صفیه را بگیر و بیا جایی. خوب. برای چی تنهایی؟ همه شریکان را کشتم. با من میفهمانه که چطور به این موافق شد؟ پولاد آمادگی داشته است. جاهید با درفش سیاه آمد. مجبور شدم که گریدم. خوب یورگن، سلامت ماندن تو به من منفعت دارد یا نه؟ جان من در دستی توست. میدانی از تو آسان روی نمیگردانم. هنوز هم اینجا ما کاری ناتمام داریم. چی میخواهی؟ من فرصتی با آقای صادق ویدا کردن نداشتم. برایم امکانیت فراهم آورد که با پولاد علمدار مناظره کنم، ولی من به او سپاسگزاری نکردم. به همه این او سببگار شد. این جلسه نقطه بازگشت بود. پروا نکن، ما هیچ از راه همان گشتنی نیستیم. آقای مروان در جلسه یک بازی تماما بیگله نشان داد. هرچی به سر این منطقه می آید ما باید آن را حل و فصل کنیم یورگن. اوکی. یگان واقعه روی داد. با پولاد علمدار صحبت داشتم. او به تو چی گفت؟ از یک دولتی آزادی دنیا افسانه ها گفت. یک زمره نظریه خواند به من. مثل این که همه چیز رو میدونه. و تو با او خشم گرفتی؟ به همه شما من خشم دارم.
برای چی به من نگفتی؟ چرا؟ او را کی بودنش را زینهار نگو که نمیدانستی. من به این باور نمیکنم. من هم به نزدیکی فهمیدم یوسف. برای چی از من پنهان کردی؟ برای حمایه تو راهی درست همین بود. کاش که این را چند سال پیش بر وقتتر می اندیشیدی. مایلش، من هر خطایی که در گذشته کردم اعتراف میکنم، اما پس از آن که تو را پیدا کردم کاری نکردم که بر ضرر تو باشد. خب تو برای منفیت من کاری کردن میخواهی؟ البته. اگر این طور باشد نام شخصانی شامل پروژه را که در ارتباط به من ساختند به من میگویی. نام هر کسی را که شامل پروژه که اصلا نکبی سازمان داده بود. چی کار میکنی؟ برای هر چی که به من کردن پاداش خواهم گرفت. با کجا میروی؟ با شرکت. با فهمی چی میگویی؟ او پدرم است. چی هم میگفتم. پسر در کجاست؟ با یک دسته برای نظارت گرد اطراف برآمد. در را میکشویی؟ با این کودک صحبت کردن میخواهم. به اجازت کشاده نمیتوانم. با او تنها صحبت میکنم. و تو هم در همین جایی ها؟ اگر خواهی در را کشاده میمونه. نامم ملیک. نام من صفیه. میخوای به من بگویی که چرا این راه رو انتخاب کرده ای؟ به همه گفتم. برای زنده ماندن و به اهل عائله‌ام کمک کردن راه دیگری نداشتم. خب این رو میفهمم. برای همین تو رو گناهگار نمیکنم. ولی اگر خواهی از این پس حیاتت تغییر می‌یابد. بسیار گرسنه‌ام. میتونم یه چیز خورم؟ البته. خلیل یگان خوراک میاری؟ من یک گروه رفیقان دارم. همشون مثل من برای شدید کار میکنند. اگر خواهی میتوانیم آنها رو هم رها کنیم. جایشان رو اصلا نمیگویم. خیر، با آنها چطور میتوانیم کمک کنیم؟ آرام شو. چیکار میکنی؟ در جهت چین؟ نجون، وگرنه او را میکشم. آهسته سلاحت را برار. آهسته. اکنون از سلاح دور شو. اکنون به این طرف گذر. گذر. زود.
به بیرون. زود باش بیرون برو. زود گفتم. در رو از بیرون با کلید محکم کن. حالا زود به ماشین سوار میشویم. خیلی زود. رفتیم گفتم. اگر اشتباه نکنی او را میکشم. زود باش گفتم. رفتیم. نجوندید. سلاحهایتان رو فرارید گفتم به شما. اگر نه این زن رو میکشم. دروازه رو کشوید گفتم. زود باشه روحه. زود سوار شو. ماشین رو به کار درو. صفیه رو دزدیدن. لعنتی خدا بر سرتان. گپ شد پسر؟ صفیه رو دزدیدن اکا. پسر چی ها میگویی؟ چی کردیم را؟ کودکی که در اینجا اسیر گرفته بودیم. ایستاد رستم. تو را از این پیش من در اینجا ندیده بودم. پس تو امروز به دستی راست از خواب خسته ای؟ چطور؟ من مثل یک مرغ کشتاله ام. به هر کس نمایان نیستم. اکنون با اجازت تو میخواهم که وارد این لانه گناه بگردم. 14 11 54 75 یا خدا، این کودک این لحظه ها باید در مکتب می بود. این را مخصوص در این بیرانه ساخته بودند. 6 36 فیش بیدی هم اتکا؟ ما چیزی نگرفته ایم. چی فیش میدی؟ بازی نمی کنی؟
البته بازی میکنم. 29. تیمار میگوین که ام الخبایث است. کو ببینیم پدرش کی باشد. لبه یکه؟ یک فیش چند پول است؟ 10 لیره. بگیر بفرما. انتخاب بکن. 14. بگذارها با آن گوشه بینشین. بازی حاضرکک آغاز شد. شیطان یاورد. اما دوستم تو شیطان را متوجه نکن به این کار. او به خودش منفیت آوردن نمیتواند. تو چی رسد به من؟ 44. از میان این قدر آدم چطور او را دزدیدن؟ چیکار کرده پوسه؟ تا آمدن ما به کجا نگاه کرده؟ آدمان ما را که دهه ترکمان‌ها را پاسبانی میکردند لشکری شدید سر به سر کشت. شدیدیان جایشان را ترک کردند و با 4 ماشینی که از اهل دهه به غنیمت گرفتند به همین طرف می آیند. اینها در کدام وضعیتند؟ پس از 10 دقیقه آماده می شوند. اینقدر انتظار نمی شوند. خیلی چیکار میکنید؟ اکا به تلفن گفت که انتظار بشوید. شما انتظار شدید. تلفنت رو دی. زود باش. بیهوده امیدوار نشد. در اینجا تلفن کار نمیکنه. ولی کمی پس موج پیدا میشه. برای همین خوب شد که به خاطرم اومدی. میگفتند که تو خواهری پولاد علم داری. درست بوده است؟ گوش کن. یک خطای عظیمی میکنی ولی هنوز دیر نشده. اگر خواهی بیا به قفا برگردی. وقتی که در باشگاه گپ میزدند شنیده بودم ولی باور نمیکردم راست بوده است. این راه اکنون بازگشت ندارد. زود بیرون. به تو بیرون گفتم. من خودم رو نیز تو رو رها کردن میخواهم. مرا اکنون هیچ کس رها کردن نمیتواند. زود بیرون وگرنه تو رو میکشم. پروایی چیزی را ندارم. سلام. 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 سلام علیکم. سلام. سلام. مخصوصا همین رقم ها بسیار مهم. سلام. 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 آقای تیمی خواهش کرد که از این بعد من همچون ادوکات شرکت در جلسه ها اشتراک کنم. قراری بسیار عالی جناب. گزارش ها آماده است؟ یگان کم بود. رفیقان می توانید بشینید. رفیقان امروز برای من آبان نو آغاز می شود. از این پس در طرز راهبری شرکت بعضی تغییرات خواهد بود. خانم عذرا می توانید پرونده ها رو تقسیم کنید؟ البته جناب. در این پرونده هایی که حاضر به شما تقسیم کردند
شما بعضی پیشنهادهای مرا برای 4 ماه آینده گرفته می توانید. خواهش میکنم بخوانید. بخیر باشد. اگر یگان نوع اعتراض داشته باشید خواهش میکنم بگویید. چون که جلسه آینده ما را به جای من راهبری نوی شما برگزار خواهد کرد. تا جلسه آینده اندیشه هر کدام شما را به طور علاهیده عاید شورای راهبران دانستن می‌خواهم. ببخشید مرا، یک کاری مهم برآمد. دیر موندم. حساب بکن که هنوز از چیزی دیر نمانده یوسف. بفرما بشه. تا آمدن تو من به اهل جلسه اصرار داشتم که رئیس مجلس های دیگر را به عهده نمیگیرم. استعفا میدهی پدر؟ وقت مگر فرا نرسیده است یوسف؟ اکنون نوبت شماست. اویدی قراری پدرم چی فکر داری؟ بگذار گفتی فهم قدو زاده بشود. هرچی که گفت دیگر جای اندیشیدن ندارد. اکنون در آینده چی نقشه رو داری؟ در سری من اینقدر چیز جمع شده که به جای پدرم اندیشیدن نمیخواهم. صحبت کردن میخوایی؟ از دیروز بیگاه کشیده چنان خستم که کنم. میگویم که جای باشد که خاموش بنشینم و دم گیرم. پس بیا من تو رو به یک جای خوب برم اکا. رفته نمیتوانم. بعد را قول دادم. همراه باید یک جا برویم. با کجا میروید؟ با کجا میبروید؟ اگر یگان نقشه نداشته باشید شما رو به یک جای خوب میبرم. بیا تو را عذاب ندهیم. فکری من به چیزی دیگر بند است که نه. ای برادر اصرار میکنم. اصلا پشیمان نمیشوید. اگر که نان اینقدر اصرار داشته باشد بگذار گفتی او شود. یک کس در مقابل دو کس میپاید مگر؟ رفتیم.
گلگه با شما خیر خوش نکرده از این منطقه رفتن نخواست. به فکر او به جلسه صلح فولاد علمدار را دعوت کرده به اشتباه راه داده اید. شما با عمل خود جلسه ای را که برای گلگه بسیار مهم بود برباد دادید. صاحب این سرزمین مایم. مثل او آدمی بسیاری آمدند و رفتند. این سرزمین همیشه بعد سری آنها باز به ما مانده. گلگه برای شما در زیر خواب جای یافته است. جاهید به کدام سمت رفت؟ کمپی اینجا بوده شدید اینجا را ترک کرده. ما جاهید را به جانب کمپی در شمال بوده آنها فرستادیم. از او خبری آمد؟ هنوز نه آمده که. کدام باششگاهی این جانب از همان نزدیک است؟ اینجا همان کمپی شدید است که خلیل آمده بود. دیگرش یکی از قرارگاه های بسیار خوب جهازانیده شدید است. باز در اینجا یک قرارگاه است، اما برای به اینجا رسیدن باید از حدود مروان گذشت. برای با سلاح وارد شدن به کسی اجازت نیست. شما کی هستید؟ من باید آقای مروان رو بینم. از مسال پترول یگان خبر هست؟ آره، پیشنهاد ما رو قبول کردند. با همه شرطهایی که ما در سازشنامه درج کرده ایم روزیا. تو اگر بپذیری خبرشان میدهیم. برای امضا ما رو انتظارند. فهمو. خبر دهید که با آنها کار میکنیم. سازشنامه نهایی را یک بار از نظر نمیگذرانی؟ لازم نیست. من این کار رو دراز نکرده حل کردن میخواهم. اگر امروز پرونده رو بگیریم برای امضا آماده میکنیم. این طور باشه دیر نکنید. ما چرا در این کار اینقدر شتاب میکنیم؟ نمیدونم. پرسیدن میخواهی؟ آقای فهمی چه حال دارید؟ تشکر. احوال شما رو میپرسم خانم اسیا. من هم خیلی خوبم. با شرافت شما با مسال پترول به اتفاق رسیدیم. بسیار خوب. بسیار خرسند شدم. به اندیشه من یک سازشنامه دراز مهلت در کار است تا شما فکر جای دیگر رفتن را نکنید. نه، حاضر همین جایم. برای این از شما سپاسگزارم. خواهش میکنم هیچ کرایی ندارد. اگر به جای عرض سپاس همراه خواهش یگانجا رفتن میکردید
خوبتر می بود. شما وقت داشته باشید چرا نه؟ بگاه من باید یک نمایشگاه بروم. اگر به شما یگان تشویش نشود مرا همراهی میکردید؟ با جان و دل. بسیار خوب. تا بازدید. شما چیکار میکنید؟ من برایتون خواهری پولاد علمدار را آوردم. کسی اینجا بودن او را میداند؟ نه، تنها من و شما میدانید. اگر دیده باشد و یا از کسی شنیده باشد پولاد علمدار خواهرش را گرفتن بیاید پس آن چی میشود؟ قسم میخورم که کسی آگاه نیست. شما که پولی بسیار دارید برای همین نزد شما آوردم. میتونید فروشید. به من همون قدر پول دهید که به اولم رسد. تو مرا نصیحت میکنی؟ اردو این را به کمپی شدید ببرید و این زن تو مشغول شد. خوب شده. مشتری خوب که یافتم و تو خبر میدیم. برم. اگر به اونجا روم مرا میکشن. مرده و زنده ای تو چی بردارده بچه؟ مؤسسه تعلیمی PM اینترنشنال داوطلبان برای تحصیل در سال خوانش 2016-2017 و دانشگاه‌های پیشرفته جهان به مانند آمریکا، بریتانیای کبیر، آلمان، پولشا، مالایزیا، قبرس شمالی و دیگر کشورها دعوت می‌نماید. به دانشجویان تخفیف‌های مخصوص از 30 تا 100% پیشنهاد کرده می‌شوند. مؤسسه PM اینترنشنال همچنین بهره بلند برداشتن ملکه زباندانی، آموزش وسیع زبان‌های خارجی را از جانب آموزگاران پرتجربه خارجی و وطنی به راه مانده است و خواهشمندان می‌توانند زبان‌های انگلیسی، خطایی و روسی را در مدت کوتاه از خود نموده صاحب سرتیفیکات کردند. سراغ ما شهر دوشنبه، کوچه نصرت الله مخصوم 156، بینای تاج، اشیانه 3. رقم ها برای تماس 232 42 33 98 522 49 89. شیار و 0023 و 0024 زنگ زنید. کد این سوکی را گرفته تگمای دعوت رو پخش نمایید. عاشق تو بودو و تو دل سپردو بودو набуду Хмурое серое небо, затянутое пеленой, солнце не видно, оно как будто спряталось за чьей-то спиной. Окунувшись в свои проблемы полностью, с головой мы не находим покой. Я часто слышал, что есть такая штука, любовь, она приходит в сердце и закипает кровь, и твоя жизнь начинает идти по-другому, разнообразие. Ой, я так сагылым да раки бар собае, жолмур бекили манами садатмар. Эгулак тимасам, бигир жидасам, баро тарона мехонам, ошиқа далсам, диле бото далсам, бигу бото ман дختری خوش پیکرو. شوخکی با زنجرو خوش رو هستی یا چمو گلی ست برگی ترو نبا بلویو نگالا بویو рядом с тобой я всегда. من به اینجا برای برپا کردن ملاقات عید به کار می آمدم. بعد عادت کردم. مشغول شدن با اطفال به روحیه انسان آرامی می بخشیده است. تو از بچگیت اسب را دوست می داشتی. ولی یک مدت با بعضی سبب‌ها توقف کرده بودم. تو از سواری را باز سر کردی. برای همین یک روی کردم که اینجا بیایی. من فهمیده بودم که سورپریز داری. سورپریز اصلی می آید. دیر مونده کنان. نمیدونستم که مرا انتظاری. من نه. لینا انتظار بود. بسیار هیجان زده است. کنان؟ لینا کیست؟ این کس ازره. این کس برادرم یوسف.
خوش آمدید. راسکل نام شما را شنیده است. فرصت شناسایی را انتظار بود. پس شناس میشویم. راسکل ممنون گشت. من هم ممنونم. یگان روز حتما آید کار صحبت میکنیم، اما حاضر وقت نیست. لینا انتظاری را خوش ندارد. لینا هم خیلی زیبا بوده است. آدمی بسیار عجیب بوده است. اکا اشاره آخرین تلفنی اپای صفیه رو معاین کردیم. می رویم. اوکی. کیفیت باید پریده باشد، اما میبینم که تو آدمی فوق‌العاده نیرومندی. اگر علمدار 1000 بار سر راهم را بگیرد مرا از هدفم دور نمی کند. اما تنها پولاد علمدار همیشه پیش راهت را میگیرد. درفش سیاه خطی نفتی ما را نابود کرد، اما اکنون نفت را ما با واسطه بحر میبریم. دیدی اریل، ما هیچ دشواری نداریم. همیشه از دولتی بزرگ سخن میگویی، اما من دولتی را نمیدانم که به ماهیت او تنها به نفت وابسته باشد. تو تنها جهت‌های ظاهری آن دولت را میبینید. دوست دارینم. نفت تنها یک واسطه است برای من. توریومی که در زیر خاک این سرزمین است آینده دنیا را دگرگون میکند. در این صاحب اندیشه من با تو حتما پولاد روبرو خواهد شد. برای این مسئله را حل کردن هر چی را که در راهم هست تازه میکنم. به نظرم این دور و دراز دوام نمی کند. در نزدیکترین فرصت روزهای بسیار عجیب فرا میرسد. برای اعمار دولت بابل یک دوران نوی دیگر آغاز می شود. یگان سورپریز فوق‌العاده داری چی؟ در مجموع در همین جا اریل، در استانبول کانون نو می سازم. هر چی که به نام بابل است همین جا شکل می گیرد. تو چکار میکنی عبدالله؟ بیایید میبرایم. رفتیم.
ягон касе бошад ки шуморо наҷот дода тавонад ба ӯ занг занед. зуд бошед, ҳозир меоянд. ҳисоб кунед, зудтар. зуд. تلفن من کجاست ابله؟ تو همراه من بیا. این کودک رو سر دهید. به کجا میبرید؟ دامت را بگیر. تو در اینجا نیستی. تو با من میروی. دست و پای این دختر را ببندید. سلام آقای اندر. سلام. چه خدمت بود؟ شما در سایه علمتان 5 دقیقه برای یک نفر کارچلان وقت جدا کرده میتوانید؟ البته، بفرمایید. از من چی میخواهید؟ من فعالیت علمی شما را بسیار میشود که پیگیری دارم. نظریه های شما آیدیتوریوم واقعا داهیانه است. منظور شما آن چیزی است که ما در سیمپوزیوم گفتیم؟ البته. برای توجهتان تشکر. اما من هنوز یگان چیزی عالمگیری نکردم. هر چی مرا در دنیا معتبر گرداند آینده بینی من است آقای اندر. من مطمئنم که شما باز به پیروزی های نوین کامگار میگردید. از دستمان هر چی آید میکنیم. البته بیاید مغز گپ را گویم. میخواهم کار را که به آن مشغولید دوام بدهید، اما با نام من باید دوام بدهید. بترسم که این امکان ناپذیر است. من در این جای کارم بسیار خوشبختم. ولی تنها علم داشتن کس را خوشبخت نمیگرداند. این را خوب میدانید. مگر خوشبختی آن نیست که هنگام کار خود را دور از خطر احساس کنید؟ من در خصوص امنیت هیچ نگرانی ندارم. من سرمایه دارم. دور از خطر گفته امنیت اقتصادی را در نظر داشتم. آشکارتر گفته میتوانید. اوکی. وقت را من خوب میدانم. در هر مرحله به شما مانعه های گوناگون ایجاد میکنند، مثل پتنت و سنگرهای بیروکراتی و البته مسئله های اقتصادی. من به شما یک شرایط با حلاوت و محیط آسوده وعده میدهم. لابراتوری امریکایی من که با نوترین دستگاه مجهز است شما را انتظار است. ماهانه $21,000 و کاخ محتشم. اگر خواهید میتوانید اهل خاندانتان را هم با خود برید. ها، یک طیاره خاصه هم برای شما جدا میکنیم. پیشنهاد جوان مردانه؟ اما من پژوهش را تنها برای پول نه، بلکه برای آینده این ملت میکنم. راحت و حضور و نشانه من این کشورم است. خواهش میکنم آقای اندر. شما که دانشمندید یک چیز را گشته و برگشته روزهای دراز می اندیشید. پیشنهاد مرا هم خوب اندیشید. برای جواب شما را شنیدن شب زنگ میزنم. برای کار. علم از همه چیز مهمتر است. راسکالما یوسف شناس شد. کاری تو آمد کرد و بسیار آدم نجیب است. اکنون دفعه آینده با او هم همکاری میکنید. با دادن جزای وسیله همکاری ما محکمتر گشت.
از این پس من در هر گونه کار با شما همکاری میکنم. در این دنیا تاوات که هست رستگان با شماست. پس درباره کار صحبت میکنیم. صاحبان پولی که از روسیه آمده در بانک پولشان را حلال کردند تو را راضی میکنند. رستگان بورس کرد، مته همین طور، کینان هم بورس کرد. وسیلی باخت. نمایندگان او فرار کردند. در آن صورت ما راهمان را دوام میدهیم. اگر تو از همه گوشه و کنار دنیا جمع کرده بیاری و تو آن را حلال گردانی، من برای چی پول نمیشدم؟ میشوم. پس از زیر این پول حالا آبی بسیار میگذرد. 89 تام برا این چی گپ است برادر؟ میزمان رو عوض کردم که وقتمون اومد کنم، ولی باز تو بریدی. بیهوده نگویید، اینجا یگان چشمندی نیست. این همه در پیش نظری همه است. وقتش آمد کد برید. آدمی گفتگی از همین است. آره یکم از سهر از کی میبرد؟ نامش چه بود است؟ نمیدونم. دیوانه اوضاع کمتر. خدایا بیا آره جنابان، باز که کارتی نو میخواهد؟ خدایا باز نگم که از کارتا گرفتن میخواهد. خیر، با من اجازت بدید رفت. برای امروز بس است. اگر میکاری هیچ کس تا من اینجایم آمد نمیکنم. شما را من مشاهده کردم. بسیار باورار بودید. شاید همین طور باشد، شاید این طور نباشد. یگان پیشنهاد دارید؟ برای انسانی که اینقدر برار دارد این پول کم است. اگر خواهی من تو را به یک بازی لاتوی دیگر میبرم که کارت 80 لیره است و 50,000 لیره میتوانی ببری. تشکر. شاید یگان وقتی دیگر. نامت را به من نمیگویی؟ ممکن نیست. اگر به تو نامم را بگویم پس آن کدام نامم را استفاده میبرم؟ تو بازی. این در وقت دارید؟ بفرمایید آقای، خوش آمدید. خوش باشید. چی می نوشید؟ خود را زحمت ندید. امروز چای بسیار نوشیدم. من پروتوتیپ اینیکسیون مایع تاریوم را که برای موتور لازم است دیدم. جفیده گرفتنش بسیار خوب است. من میگویم که شاید علم کنونی دارای یک داهی نو میگشته باشد. امروز از تو پیشتر عیناً همین را یک کسی دیگر هم گفت. کی؟ یک کارچالان. پژوهش مرا پیرامون تاریوم همیشه پیگیری میکرده است. چطور پیگیری میکرده است؟ تو این پژوهش‌های ما را پیشتر یگانجا چاپ کرده ای؟ نه البته. به اندیشه من منظور او همان چیزی است که در سیمپوزیوم افشا کرده ایم. در آن سیمپوزیوم چیزی را که دقت را بکشد افشا نکرده بودیم. من هم هیچ نفهمیدم. خیلی حیرانم البته. خیر از تو چی خواست؟ برای او کار کردن را و من یک محیط فوق‌العاده خوب را در یک لابراتواری که در امریکا با بهترین تجهیزات جهازانیده شده است وعده داد. تنها یک پیشنهادی خالی برای عامه مردم کفایه نیست. تو چی گفتیش؟ البته من پیشنهادی او را رد کردم، اما از من خواهش کرد که پیشنهادی او را تا شب بیاندیشم و جواب او را بگویم. تو را حتما از اینجا باید برآورد. این زیارت یک خطری شاید باشد. من به هیچ کجا نمی روم. من باید کارم را دوام بدهم. نکنید این کار را. آن جلسه رونمای فعالیت پیرامون تاریوم را که با بمب جاندار ما را ترکاندنی بودن فراموش کردید. آنهایی که این کار را کردنی بودن شاید آرام نمی ایستند.
میخواهند که دسته ما را دستگیر کنند. میخواهند جانم را بگیرند. من از آنها نمیترسم. در دنیا چیزی است که از جانی تو و جانی من گرانتر است. خواهش میکنم هرچی میگویم همان را کنید. خوب فهمیدم. چیزی که تو میگویی. پس کجا میرویم؟ حاضرش تو رو به خانه میبریم. به خطری تو را در خانه اول تامین میکنیم. پس آن مصلحت میکنیم چی باید کرد. خواهش میکنم تا آمدن من از خانه نبرا. از ماشین فرا. من آقای مهربان رو باید ببینم. از اینجا گذشته نمیتوانی. من اینجا برای دشواری ایجاد کردن نآمدم. برای به افاقه رسیدن آمدم. چگونه افاقه بوده است؟ من به حدود تو با سلاح وارد شده به کم به واسطه آن باید بروم. به این اجازت نمیدیم. وضعیتم بسیار بد میشد. اما من میدونم که دیگران گذشتند. نمیتوانم. آقای مهربان خبر دارم که گذشتند. از میان خودتون گفتند. هیچ امکان ندارد که گذشته باشد و من بیخبر باشم. اگر این طور باشد تو خبر داری و به این کار شریکی. تو مرا به خیانتی سازشنامه گناهکار کردنی. میدونی چی آقای مهربان؟ برای گپ‌های بیهوده شنیدن من وقت ندارم. یا راهم رو میکشونی یا اینکه به بالایت گذشته میروم. تو مرا در خانه خودم تهدید میکنی؟ آن روزها گذشتند. تردید مرا به شرف. تو از حد گذراندی. برید او را به کمپی برید. ببرید. بعد این باز 5 جای دیگر من که باید برویم. از جایت هم هنوز خبری نیست؟ نیاکه نزد آن میزند نه تلفنش رو میگشوید. بیا میرویم. اکا به کجا میرویم؟ همه جا میرویم. همه‌شان را یک یک میبینیم. همه به ماشین. زود زود زود. آنرین با من خوش آمد. اگر کنان بشنود بسیار خرسند می شود. این مصاوره به او خیلی پسند است. شما با آفرنده این مصاوره به فکرم شناسید؟ نخستین مصاوره او را من خریده بودم. از همان وقت مناسبت های ما خوب شد. جوانان را یاری باید داد. تنها رسامان را نه، بلکه همه ساحه های فرهنگ را یاری می دهید. ما شنیدیم که شما یکی از کلکسیونرهای سطحی جهانیید. راستش میخواستم این نامعلوم بماند، اما در اصل یکی از چیزهایی است که مایه افتخاری من میباشد. پس از پسرانتان البته. البته. آنها هم مثل خودتان به فرهنگ توجه دارند. من باید اعتراف بکنم که نمیدانم در این اواخر آنها به چی بیشتر توجه دارند و مشغولند. دیگر اکنون از باب زندگی شخصی خود کمتر چیز به من میگویند.
از جوانان امروزه چیزی دیگر انتظار شدن امکان ندارد. پیشترها بسیار چیز رو به من میگفتند. آغاز کردن تعطیل را با بحر اظهار میکردند. یوسف بیشتر دوستدار بحر بود و آن را خوب میشناخت. اما اکنون آنها باید از شما بیاموزند. من هم سالهای آخر از این بحر فروگذاری کردم، اما از این پس دیگر وقت به این پیدا میکنم. به استراحت میروید؟ یک سفری دور و دراز وعدگی گفتن ممکن است. من از وظیفه راهبری کل هولدینگ دیگر دست میکشم. شاید این سببگاری زود زود با هم دیدار کردن هم میگردد. ببینید، با کسی دیگر هم آن مصور خوش آمده است. به گمان من این هدیه ناچیزی مرا میپذیرید. پسرانم، دخترانم، من از همه‌تان راضی هستم. شما از من راضی نشوید. من برای راضیگی شما سزاوار نیستم. مادر جان، بیبیم هم نمیرن. التماس نمیرن. باید پسر قاتلت اکای مرا کشتم رو. تو کی را قاتل میگویی؟ شما چکار میکنید؟ گلیزار! خراب! رئیس نهمی فابریکه. پسر خالد، خوابی خوش. من راضیم با تو خانه دار شدم. تمامی گناه‌های فرزندانم را از همه بیشتر گناه‌های خودم را گرفته برده ایستادم. خیر، اکنون وقتش آمد. ببینیم که کی بای میدهد کی میبرد. گوش میکنم. شب بخیر آقای اندر. امروز به آفیستان رفته بودم. آره، به خاطر دارم. من جوابی پیشنهادم را فهمیدن خواستم. جواب من تغییر نیافته است. با شما کار کردنی نیستم. میخواهید که شرایط و رقمها را خودتون معین کنید آقای اندر؟ ضرورت مصلحتی دیگر نیست. نگاه کنید، من با شما با احترام صحبت میکنم، اما شما این را فهمیدن نمیخواهید. شما همه را نفهمیدید. من فروخته نمیشوم. از وجاهت روی تو جوابی پروفسور را فهمیده میتوانم. آریل، ترک ها انسان های عجیبند. من همه امکانیت ها را فراهم میارم، اما آنها گپ خوب را نمیفهمند، یا اینکه گپ خوب به من نمیزیبه. پس چیکار میکنی؟ این آدم یگانه شخصی نیست که تاریوم را تحقیق میکند. با دیگران کوشش های همکاری کردن میکنیم. دیگرها؟ پولاد یک دسته دارد که میتوانیم آن را استفاده کنیم. با آن دسته یک شناس شدن میخواهم. خانه این در 24 ساعت پاسبان نمی شود. برای امنیت او 2 نفر وابسته شدند. سلامت باشید. سلامت باشید آقای ایران. این آدم برای ما بسیار ارزشمند است. این آدمان
اگر یکی از اعضای دسته را پیدا کرده باشند پس به همه ما دستشان میرسد ایرهان جان. اگر شما درباره او به من معلوماتی پوره بدهید در خصوص امنیت هر چی ضروری است من میکنم. سلامت باش. البته خوب گفتی استاد. ما سرمان رو از کار نبرداشته غرقی کاریم، اما این آدمان ما را پاییده میگردند. بچه ها بسیار با دقت باید باشه، بسیار. اکا ایرهان تو رو یک دقیقه ممکن؟ من از شما روی خط را میخواهم خواجه. خوب ایرهان باید ما زود آماده میشویم. سلامت باش. چی شد عباس؟ سنجیست یوسف؟ اکاتون در کجاست؟ نفهمیدم چی گفتی گوله من؟ اکاتون رو میگویم. میگویم که فولاد علمدار در کجاست؟ تو چی خورده ای یوسف؟ سری مرا ویران نکن. من تنها یک سوال دارم. برا بیرون دست رویت را بشه، یک هوا بخور، دیدی که نمیشود باز می آیی. برا. فولاد علمدار. فولاد علمدار اینجا نیست. طبع ما را خیره نکرده. برو بیرون. اکاتون بیشنود از شما میرنجد. آیا میدونی که کی را از درگاه او میرانی؟ میدونی؟ برای من هیچ اهمیت ندارد که در بیرون تو کیستی. از این در که در آمدی مهمونی مایی. با آدمان رفتار بکنی بسیار بشین انتظارش بشو. اگر بی ادبی کردن میخواهی اینجا جای تو نیست. تو را از در بدر میکنم. باز می آیم. اکا این برای چی این کارو کرد؟ شاید یک جوانی کرد. باشه از پی کارتان میشوید شما. سمت بالا را خالی کردم. در این گرد اطراف کسی نیست. پایی یگان چیز را در اینجا پیدا نکردیم. در این طرف حدودی میروان است. در آن طرف در نزدیکی های شدید در کریویر است. به فکرم ما باید سوی شمال برویم. مروان چی گفتی اکا؟ مروان به ما خیانت کرده است. این را چکر کنیم اکا؟ گفته بودی که در جلسه طرفی ما میل داشت. وی از خود اول به ما دروغ گفته است. هنوز هم با گلگه همکاری دارد. لشکری شدید از حدود مروان گذشته است. جاوید صفیه خوب هستی؟ خوبم. بشین. تا سحر اینجا انتظار میشویم. فردا تو را قتل میکنند. همش من گناهکارم. خوب دیگر غم نخور.
میبرایم. تو رو چی تاز دستگیر کردن؟ من به پای تو آمدم صفیه. غیر اینجا آوردن تو رو جای دیگر نمی بردن. میدونستی که دستگیر میشوی، برای چی اومدی؟ من تو رو از اینجا آزاد میکنم صفیه. اکنون چی میشود؟ هیچی هم نشود، سحر میشود. برای پولاد علمدار قتل نزدیکترین آدم در تمامی ساحه ها به شدید نیروی نو میبخشد. با من که همکاری کردی تو هم نیروی تازه میگیری. پولاد علمدار به حدود قبیله در آمده است. و بوی شما یک دشمنم زیاد می شود. کمک کنید داخل. شدید فرمان را از تو نمیگیرد. یا با گلگه مشورت کنیم. بیا کوشش کنیم فرصت را از دست ندهیم. اگر پولاد را نیست بکنیم گلگه کار کردن نمیتوان. در کجایم؟ من نمیدونم. کمی پیش با کی زنگ زدی؟ اینجا را دیدم، کسی نیست. این طرف هم کسی نیست کماندو. تو همینجا بمان. شما را همین طور هم دیدم کفایه است برای من. من هم بسیار میخواستم روبرویت 6 تا با تو قهوه بخورم، اما چی علاج؟
راهی دیگر نیست خب. من شما را یافتم و بسیار خرسند شدم. اگر التای همین طور میانجی شود ما دیگر زود دیدار یکدیگر را تازه میکنیم. دیگران هم شما را بسیار دیدن میخواهند. سلامت باش، اما شما خودتان را احتیاط کنید، پروای من نکنید. بین سالیانی دراز این کار را به من تا به این درجه رساندی. نه این طبیعت استاد، بودن شما بالای سری ما کفایه است. همه از من خواهش کردن که سلام و پیامشان را به شما برسانم. سلامت باش، تو هم به آنها دعا و سلامی مرا رسان. جان و جگری منید. گذشته از این به شما گپ‌های مهمی بسیار دارم. گوش میکنم استاد. آنهایی که به تو مراجعت کردند دیگران را هم می‌یابند، چون که تو را راضی کردنی شدند. با پول است، با وعده‌های بسیار است، دیگران را هم سوی خود کشیدنی می‌شوند. هوشیار شوید. پروا نکنید استاد، مهر وطن را با چیزی فروخته نمی‌شود. زنده باش ایندر جان، زنده باش. صدقه چشمان جان من. لعنتی خدا به شما، لعنتی خدا به شما. کار نخستین را انجام دادم. بسیار عجیب. پس آنجا را فوراً ترک کنم به جای دیگر را. چی گپ؟ این دوستمان نخستین کنسرت ریشکش را به فرجام رساندریه. جاهید مرا نپرتو، مردن باشد همراه میمیدیم. من تو را بسیار دوست داشتم. من هم تو را دوست می‌دارم. تو را از جانم زیادتر دوست می‌دارم. تا آخر عمرم عشق یگانه ام است. وقتی ودا فرا رسید. نه، با او نرسید. من با تو گپی میگفتنی داشتم. بگذارید این آدم را تا آخرین خواهشش را افشا کند.
من این رو برای تو گرفته بودم صفیه. گریه نکن. گریه نکن. به اون جایی که میروی مرا هم در قلبت ببر تو آخرین نفس همراه باشی. گوش کن، فرو نخور، من تو را از اینجا رها میکنم. تو کیستی؟ مهم نیست که من کیستم. دوست داری تو برای راهاندن پول بسیار داد به من. مرا بگذار، برو او رو رها بکن. چند پول میخواهی میدهمت. برای او دیگر کسی هیچ کار کردن نمیتواند. دراز نکشید، شتاب کنید. سرور اینها تویی مگر؟ بیا من با تو گپ دارم. گپ زدن نمانید و کار را تمام کنید. شما این را برای فیلمتون استفاده می بردید؟ کار را انجام دید. کلاش را که گرفتید پس آن بنوار میگیرید. سرده مرا. گردنی من پیشی وطنم از موی هم باری کرد، اما شما آن را هیچ خم کرده نمیتوانید.
بیبور زورت میرسیده باشد. اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله. تکرار، نوای شیرین، احساسی بلند. Я других не замечал, побей, побей. این همه در کلیپ سمیر. Я других не замечал, пожалуйста, нет. بهار آمد و ای بهارم بیار. بعد از انتظاری‌های بی‌پایان، عاشقان ترانه‌های آوازخوانان محبوب کشور، طالب عبدالله و جعفر جلال، مادر از دنیا بیر از تو من گدای، برای هواداران ایجادیاتشان گلچین ترانه‌های عاشقانه و وطن پرستانه با نام فرزند نور را تقدیم می‌نمایند. شما می‌توانید روزهای نزدیک از تمام نقطه‌های پیتافروشی دسترس نمایید. یار با 0023 و 0024 زنگ زنید. کد موسیقی را گرفته دکمه دعوت رو پخش نمایید. قایده این جهان آمدن و رفتنم بر همه پیر و جوان. دلت میاد چشمشم هرگاهی دقت مثل از برای خدا کشته دل بر دل چشمشم به تو خارو دارو و دلم غم دارو درد و علم دارو تو کردی. Для кого-то жив как газ, для кого-то самый раз, кто-то стоит на тормозе, а кто-то жмет на газ. У каждого из нас есть своя цель, свой метод движения, чтобы достичь этой цели всеобщего умощения. Ты моя любовь, ты моя надежда, ты мой лучик света в кромешной темноте. Ты ангел мой, ты моя нежность, ты мои крылья, я птица на... دلی من به دلی خسته بود تنها باشه شدی تا در این دو روز دنیا. Ты мои мысли только о тебе, теперь все так, иначе просто невозможно. Ты с первых дней проникла в сердце мне, и с этих слов